پاییز فصل برگ هاست. وقتی که طبیعت رها میکنه ما هم میتونیم با تنفس عمیق رها کنیم. امروز میخوام یک تنفس رو بهتون یاد بدم که انرژیتون رو متعادل و ذهنتون رو آروم میکنه. تمرکزتون رو بالا، شما رو شاداب و اضطراب رو کاهش میده. تنفس نادی شودانا. کافیه که یک نفس عمیق بگیرید. دستتون رو به این حالت قرار بدید. با انگشت شست پره راست رو باز و بسته کنید. با انگشت کوچیک پره چپ رو باز و بسته کنید. بریم با هم انجامش بدیم. راست رو میبندین. دم از چپ بالا میره. چپ بسته میشه. باز دم از راست بیرون میاد. دوباره دم از راست بالا میره. بسته میشه. باز دم از چپ بیرون میاد. و این میشه یک دور تنفس نادی شودانا. میتونین پاییزتون رو پر انرژی تر و شادتر کنید با این تنفس.